توجیک یک ملتی که در همون بالای فرهنگش نوشته است گفتاری نیک، پینداری نیک، رفتاری نیک، این تروریست شده نمیتونه. توجیک ملتی که در همین صدر ادبیاتش استاد بزرگوار آدم و شعرا رودکی نشسته است، چی گفت؟ چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. یعنی تیغ برای ما سلاح کشتاری مردم نیست، بلکه سلاح مدافعه بود. چون تیغ به دستاری این برای کشتن مردم نیست، مردم نتوان کشت، ممکن نیست. یعنی نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. نزدیک یعنی در نزدی، در پیش خداوند بدی نیست فراموش. بدی چی است؟ یعنی کشتن میگه بدی. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. چون صاحب تیغ شدی، صاحب قدرت شدی، صاحب امکانیت شدی، صاحب سلاح شدی، مردم رو کشتن ممکن نیست. این بدی حساب میشه در فرهنگی ما و خداوند برای این جزا میته، فراموش نمیکنه. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. بینید اینجا یک گپی فیلولوژی هم گیم که امی رودکی میگه فراموشت، ولی در این بعضی منطقه ما در کوهستان فراموش میگن فراموشت. فراموشت کردیم، فراموشت شده میگن. با یک خیلی ایراد میگیرن فراموشت نگو، فراموش بگو. این اصلش بود فراموشت. حتی از روی قوفه هم بینید میگه که چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. یعنی اصل این به شکل فراموشت استفاده بردنم درست است. خواهی در قوس مسئله زبانی بود. ولی ببین میگه که انگوش مکن رنج به در کوفتنی کس. این گپی ای همه مهمه. ببینید ملت ما، فرهنگ ما حتی دری کسی رو با انگوش سخت کوفتن رو اجازت نمیداد. انا ای توجیک، این تروریست نمیشه. حتی سخت کوفتنی دری کسی ممکن است. بینید و این قدر مهم است که من در امی خانه یک تجربه دارم استاد. امی روزای یک شنبه کشنیم، بعد امی پولی آب و پولی برق و پولی گرمی و پولی حولی و هم خیلی آمده داره تق تق میکنن. روز یک شنبه اونو میدونن که آدم در خانه هم همش میبیان. بعد از امی روی تق تقش من معین میکنم که کی است. اگر امی تق تق خوش رو زد بچه ها میدون که یگان آدمی توجیکی با فرهنگ است، رو درکشان پول شده. اگر تق تق کرد میگم این یگان بی تربیه ما زدن. یعنی که همین طرزی زدنی در فرهنگ آدم معین میکند. در انای توجیک انگوش مکن رنج به در کوفتنی کس. این توجیگی تروریست نمیشه. یا که فردوسی بزرگی توجیک چی گفت؟ میازار موری که دانکش است. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی همون مورچه‌ای که رفته استوده است، یک دانه برده استوده است، همون رو آزار نته که او هم جان داره، جان برای او هم شیرین است چنانه که برای تو شیرین است. این فرهنگ توجیک. من یادم است که در کودکی من اگر یگان مورچه رو آزار میداده به پا پخش میکردیم، مادرمون از جزا میدادم. خیلی هست هر یک توجیکی اصیل همین چیز در زندگیش دید است که مادرها میگفت که تو مورچه رو جیقیدی گوشت میکشید، فرزندش گوشش میکشید، چون که او در نزد توجیک گناهی بزرگ حساب میشد. میازار موری که دانه کش است. ولی همیشه هم یک لحظه ادبیاتی بگیم که بینید همین سخن این قدر برای فرهنگ ما مهم بود است که بعد 100 ساله ها سعدی شیرازی که خودش استاد سخن، استاد نصیحت، استاد اخلاق، پدر اخلاق، میباید همین سخن فردوسی را اقتباس میارد.
برای این بعضا بحث میکنن که همین میازار موره که دونکش است از فردوسی است یا از سعدی، چون که در سعدی هم است در فردوسی هم است. ولی سعدی بینید مرد بزرگ، امروز ولی علما استادا میدن یک گپ است با نام حق مؤلف. سعدی اینا با رعایتی حق مؤلف اقتباس آورده است. میگه چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بدان تربتی پاک باد، میازار موره که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی هم نام فردوسی میرد با در حقش یک دعا میکنه برای چنین سخن بزرگ، بعد اقتباس میاره که میازار موره که دانکش است. یعنی که این سخن فردوسی است که سعدی هم این رو اقتباس آورده است. و یعنی که وقتی سعدی اقتباس میاره معنیش این که این بسیار سخن مهم است که در اون 100 ساله ها آمده است و امروز هم این کار میکنه. بنابراین اگر تاجیک در این روحیه تربیت یافته باشه او دیگه تروریست نمیشه. تاجیکی که بنی آدم اعضای یک دیگرند گفته که در آفرینش زی یک گوهرند. تاجیکی که مؤلف یعنی سخن است او تروریست نمیشه. پس چی میگیم؟ پس میگیم وقتی ما میگیم تاجیک نمیتونه تروریست شود، این رو در نظر داریم که همون تاجیکی که در روحیه چون تیغ به دستاری مردم نتوان کش تربیت شده است، تاجیکی که در روحیه میازار موری که دانه کش است تربیت شده است، او تروریست نمیشه. این فرهنگ ترور نمیافره. ولی اگر تاجیک از همین تربیت و فرهنگ بزرگش بیگانه شود، دور شود، او هم میتونه هرچی شود. دیگر اگر در ذهن او به جای چون تیغ به دست آری مردم نتوان کش، ایرا گذاشته باشن تیغ بگیر سری توریستای بور، هم خیلی بود کردن این بچه ها. یا که در ذهن او به جای میازار موری که دانه کش است مانده است که خود را ترک کن فلان نفر کش. یعنی مغزش شست. فرهنگ تاجیکی رو، ارزش‌های تاجیکی، اخلاق تاجیکی، رحم و شفقت تاجیکی رو از دلش گرفتیان. انا میتونه هر کاری کنه. از همین خاطر ما میگیم که پس همین فرهنگ ملی ما خودش بزرگترین سپر، بزرگترین وکسینه در مقابل همین افراطگرایی است. تا وقتی که ما در روحیه ارزش‌های ملی، فرهنگ ملی باشیم، تا وقتی معین کننده ما تاجیک بودن باشد، تاجیک افراطگرا تروریست نمیشه. انا معنای جمله مشهور تروریست ملت، مذهب، وطن ندارد همین. اگر او در فرهنگ و مذهب حنفی و تربیه تاجیکی و ارزش‌های تاجیکی می بود، او امکان نداشت کار کند و همین ارزش‌ها، همین فرهنگ، همین هویت، همین ملت پشت پا زده است که به این راه رفته است، از این ملت برآمده است، از این فرهنگ برآمده است. بنابراین میگیم او دیگر ملت و مذهب و فرهنگ نداره، او یک نام داره، تروریست. در پاسپورتش تاجیک نوشته است، ازبک نوشته است، روس نوشته است. او دیگه فقط یک مسئله تکنیکی است، اما هویت او، ماهیت او دیگه تاجیک نیست، او تروریست است. ولی یک مثالی بسیار دغل بگیریم برای بچه‌ها در چه گیرم. مثلا ببینید ما یگان مردی که عمل‌های نامردانه میکند، عمل‌های پس میکنه، میگیم این نامرد، تو مردک نیستی. باید که این اما بروت دارو مردکم. شما میگی نه، تو ماهیتاً دیگر مرد نیستی چون همین کارا کردی. برای همین وقتی میگم این دیگر ماهیتاً تاجیک نیست، چون که درون نه فردوسی کار میکنه، نه رودکی، نه سعدی، نه اخلاق، نه مادری تاجیک گپش کار میکنه، او تروریست است. برای همین معنای سخن پرزیدنت که تروریست ملت مذهب نداره همین. وقتی که ما از همین چیزا خالی شدیم، انا بعد میشیم افراطگرا. انا شما بینید برای که در یک فلشکه یگون چیز را ثبت کنیم، اول خالی میکنیم بعد ثبت میکنیم، زیرا جای نیست. انا اونا میدونن که این ذهن تاجیک پر از پند و نصیحت رودکی، پر از پند و نصیحت فردوسی، پر از اخلاق و آدمیت سعدی، حافظ،
پر از خرد جامعی و بیدل، این تروریست نمیشه، این افراطگرا نمیشه، این سلفی نمیشه، این به گروه تندرو نمیره. این را چیکار کردن در کار؟ پس این را مغزش شستن در کار. انا میاد مغزش میشود، ما را از فرهنگ خود دور میکنه، ما خالی به اصل و به هویت. زود و به یه حدیثی روسی اینترنت یاد گرفته، بچه ما را میبره در گروه افراطی. ولی اگر تاجیک پر از فرهنگ و هویت خود باشه، هیچ وقت نه تروریست میشه نه افراطگرا.